سالها قبل از آن که نام ساواک برای نسل جدید ایران فقط یک کلمه تاریک در کتاب‌های درسی باشد، برای هزاران نفر به معنای واقعی جهنم روی زمین بود. سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا به اختصار ساواک در ظاهر برای حفظ امنیت ملی ایجاد شده بود، اما آنچه در پشت درهای بسته ساختمان‌های ناشناخته‌اش می‌گذشت چیزی نبود جز سرکوب، شکنجه و حذف سیستماتیک مخالفان سیاسی رژیم پهلوی. در این ویدیو نه تبلیغ است نه تخریب، بلکه بازسازی یک واقعیت تاریخی است، مستند بر گفته‌ها، اسناد و روایت‌هایی که در سایه سانسور سالها نادیده گرفته شدند. در سال 1335 خورشیدی ایران در آستانه یک دگرگونی سیاسی امنیتی قرار داشت. دولت وقت با همکاری آمریکا و انگلیس به دنبال تأسیس یک نهاد اطلاعاتی قدرتمند بود که بتواند مخالفان داخلی را مهار کند. نتیجه این همکاری شکل‌گیری سازمانی مخوف بود که نامش تا سالها در ذهن مردم با ترس و سکوت گره خورد: سازمان اطلاعات و امنیت کشور، معروف به ساواک. ساواک با فرمان مستقیم محمد رضا پهلوی تأسیس شد و در واقع پاسخی بود به ترس عمیق شاه از بازگشت جریان‌های ملی‌گرا و چپ‌گرا، به ویژه پس از کودتای 28 مرداد بر علیه دولت دکتر محمد مصدق. مسئولیت اولیه ساواک جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان، کنترل مطبوعات، نظارت بر فعالیت و نفوذ در مراکز دانشگاهی و مذهبی بود. اما خیلی زود این سازمان مرز میان امنیت و سرکوب را پشت سر گذاشت. بازداشت‌های خودسرانه، شنود تلفن‌ها، تهدید خانواده‌ها و ایجاد یک فضای پلیسی زندگی روزمره بسیاری از ایرانیان را به جهنم تبدیل کرده بود. در سالهای بعد ریاست این سازمان به یکی از چهره‌های کلیدی دوران پهلوی سپرده شد: ژنرال حسن پاکروان و پس از او نعمت‌الله نصیری و نهایتاً چهره‌ای که بیش از هر فرد دیگری با نام ساواک گره خورده است: پرویز ثابتی. ثابتی با اختیارات گسترده دستگاه امنیتی کشور را تبدیل به ابزاری برای حذف مخالفان و سرکوب هر صدای انتقادی کرد. اما ساواک یک شبه به این قدرت نرسید. پشت این دستگاه سرکوب قدرت‌هایی بودند که آموزش، سرمایه‌گذاری و پشتیبانی عملیاتی را فراهم کردند. اسناد طبقه بندی شده‌ای که بعدها منتشر شد نشان می‌دهد که حتی روش‌های خاص شکنجه و کنترل اطلاعات نیز به ساواک منتقل شده بود. به گفته یکی از افسران ارشد ساواک که بعدها در مصاحبه‌ای صحبت کرد: ما روش‌هایی را یاد گرفتیم که صدای اعتراف را از سکوت در می‌آورد. موساد از طریق سفارت اسرائیل در تهران با افسران ساواک در تماس مستقیم بود. این همکاری نه تنها باعث توسعه تکنیکی ساواک شد، بلکه وجهی بین‌المللی برای رژیمی ساخت که از درون در حال ایجاد یکی از خشن‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی قرن بود. ساواک ساختمان‌های متعددی در سراسر ایران در اختیار داشت، اما معروف‌ترین و مخوف‌ترین آنها دو مکان بودند: زندان اوین در شمال تهران و کمیته مشترک ضد خرابکاری در خیابان بهارستان. کمیته ساختمانی بی‌نام و نشان با دیوارهای سیمانی ضخیم، پنجره‌های بسته و صدایی که هرگز از آن بیرون نمی‌آمد. اتاق‌های بازجویی این مکان به گونه‌ای طراحی شده بود که شکنجه‌ها بدون کوچکترین مزاحمت صوتی انجام شوند. روایت یکی از زندانیان می‌گوید: آنجا صدا نمی‌آمد، نه صدای فریاد، نه صدای پا، فقط سکوت و یک کابل که روی تن آدم می‌نشست. سلول‌های انفرادی تنگ، بدون نور طبیعی، بدون تخت، بدون توالت. زندانی مجبور بود شب‌ها روی زمین سیمانی بخوابد، در حالی که چراغ 24 ساعت روشن بود و صدای فریادهای دیگران از دیوارها شنیده می‌شد. آنچه ساواک را به یکی از مخوف‌ترین نهادهای امنیتی منطقه تبدیل کرد، فقط بازداشت‌های خودسرانه نبود، بلکه آن چیزی بود که در اتاق‌های بازجویی اتفاق می‌افتاد. شکنجه‌هایی که برای گرفتن اعتراف، تحقیر یا شکستن اراده فرد طراحی شده بودند. رایج‌ترین روش کابل بود. کابل لاستیکی ضخیمی که بر کف پا و پشت بدن زندانی کوبیده می‌شد. گاهی تا چند صد ضربه بدون توقف. پاها متورم می‌شدند، پوست پاره می‌شد
و بعضی از زندانیان برای همیشه قدرت راه رفتن را از دست می‌دادند. روش دیگر شکنجه آویزونی بود. زندانی را از دستها به سقف آویزان می‌کردند. آن هم به مدت طولانی. مفاصل از هم جدا می‌شدند. تنفس مختل می‌شد و گاهی اوقات فرد بیهوش می‌افتاد. شوک الکتریکی، فرو بردن سوزن زیر ناخن، محرومیت از خواب، نور شدید در چشمان و حبس در سلول‌های تاریک از دیگر روش‌های رایج بود. اما شکل دیگری از شکنجه کمتر در اسناد رسمی آمده است و آن شکنجه روانی و جنسی بود. تهدید به تجاوز یا اعمال آن در موارد خاص، به ویژه علیه زنان زندانی. بازجویانی که گاهی بدون دخالت فیزیکی با تهدید خانواده‌ها، فرزندان یا آبروی اجتماعی فرد، زندانی را وادار به امضا و اعتراف می‌کردند. زنی که بعدها از زندان‌های ساواک آزاد شد، نوشت: سخت‌ترین لحظه نه شلاق بود، نه شب‌های سرد انفرادی. سخت‌ترین لحظه وقتی بود که گفتند دخترت را هم آوردیم. اینجا مرز انسانیت بارها و بارها شکسته شد. بازماندگان ساواک روایت‌های بیشماری دارند. بسیاری از آنها در دهه 60 و 70 مصاحبه کردند. برخی خاطراتشان را نوشتند و برخی دیگر سکوت کردند. سکوتی که شاید از شکنجه هم تلخ‌تر بود. آیت الله طالقانی از جمله کسانی بود که بارها دستگیر شد. در یکی از خاطراتش میگوید: در سلول انفرادی فقط دیوار بود و صدای خدا. وقتی به بازجویی میرفتی حتی جای نگاه کردن هم نداشتی. اعظم طالقانی، دختر او، از بازداشت‌های متعدد خود می‌نویسد: از شب‌هایی که بدون حکم بازداشت، بدون وکیل، بدون محاکمه، فقط به خاطر یک مقاله، یک صحبت در دانشگاه یا حتی شایعه زندانی می‌شدند. یکی دیگر از زندانیان بعدها گفت: من را با چشم بسته آوردن. فقط صدای بازجو را می‌شنیدم میگفت حرف بزن، چون فردا ممکن است زنده نباشی. برخی زندانیان در برابر شکنجه مقاومت می‌کردند. برخی دیگر برای نجات جان خود و خانواده هرچه بازجو می‌خواست می‌گفتند و بعضی دیگر هرگز از آن اتاق‌ها بیرون نمی‌آمدند. روایت‌ها می‌گویند که حتی دانش آموزان دبیرستانی، دانشجویان، شاعران و روزنامه‌نگاران فقط به جرم داشتن فکر مستقل در لیست سیاه ساواک قرار می‌گرفتند. اما بازجوها که بودند؟ نام‌هایی مانند تهرانی، آقای الف و در رأس همه پرویز ثابتی، مردی که بعدها از ایران گریخت و دهه‌ها بعد در کتابی با عنوان در دامگه حادثه تلاش کرد خود را تبرئه کند. یکی از ابعاد کمتر گفته شده درباره ساواک استفاده از داروهای روانگردان و تزریقی در بازجویی‌ها بود. برخی زندانیان گزارش دادند که به آنها آمپول‌هایی تزریق می‌شد که باعث گیجی، خواب‌آلودگی یا حتی توهم می‌شد. هدف گرفتن اعتراف‌های سریع‌تر. گاهی این اعتراف‌ها بعداً در دادگاه‌ها یا در رسانه‌ها استفاده می‌شدند تا مشروعیت سرکوب تثبیت شود. خانواده‌های زندانیان نیز تحت فشار بودند. تلفن‌های تهدیدآمیز، بازداشت اعضای خانواده، مصادره اموال یا جلوگیری از تحصیل فرزندان. همه اینها بخشی از همان فشار روانی بود که ساواک طراحی کرده بود. در سال 1357 انقلاب ایران به پیروزی رسید. دفترهای ساواک به تصرف انقلابیون درآمد. بسیاری از اسناد سوزانده شد. برخی ماموران را گریختند، برخی اعدام شدند و برخی نیز در سکوت فرو رفتند. پرویز ثابتی سالها بعد در آمریکا ظاهر شد. نه محاکمه شد، نه بازخواست. برخی او را قهرمان ضد کمونیسم خواند، برخی دیگر نماد تمام عیار یک دستگاه سرکوب. اما خاطرات همچنان باقی ماندند. آنچه در سلول‌های بی‌نام و نشان اوین یا کمیته ضد خرابکاری رخ داد، تنها در ذهن بازماندگان باقی نماند، بلکه به بخشی از حافظه تاریخی یک ملت تبدیل شد. حافظه‌ای تلخ که اگرچه بارها خواستند آن را فراموش کنیم، اما همچنان زنده است.